سلام دوستان، این ضبط به صورت مجموعه‌ای از جملات تأکیدی تو هستیه، یعنی من برای شما تکرار میکنم، بنابراین نیازی نیست که برای خودتون دوباره تکرار کنید. فقط گوش کنید و اجازه بدید که این جملات قدرتمند وجودتون رو فرا بگیره. تصور کنید که این کلمات توسط یک مربی، یک قدرت برتر یا یک شخص خاص توی زندگیتون داره گفته میشه. فقط سعی کنید که با عشق گوش بدید و با تمام وجودتون درک کنید کلماتو. بریم که شروع کنیم. تو سالمی. تک تک سلولای بدن تو در سلامت کامله. ذهن تو هوشیاره. بدن تو در شرایط کاملا عالی داره کار میکنه. با چشمای سالمت میتونی زیبایی های طبیعت رو ببینی. با پاهات میتونی راه بری. با دستات میتونی کسایی که دوستشون داری و بغل کنی و بهشون عشق بدی. تو از درون و بیرون در حال بهبودی. تو قوی و جسوری. تو زیبایی و داری میدرخشی. تو خوشبختی چون سالمی. تو سزاوار داشتن یک جسم سالم و یک روح آرومی. تو لایق خوشحال بودنی. تو لایق سلامتی. بدن تو آهنربای سلامتیه. بدن تو در بهترین شرایط خودشه. بدن تو میدونه که چطور خودشو شفا بده. میدونه به چی نیاز داره. فقط کافیه که بهش اعتماد کنی. بدنت خودشو به راحتی درمان میکنه. شفا دادن ماهیت بدن توه. جسم تو یک سیستم هوشمنده. یک ماشین شفا دهنده است. بدن تو با طبیعت هماهنگه. بدن تو با جهان هستی، با کائنات هماهنگه. احساس خوب حالت طبیعی توه. احساس سلامتی طبیعت توه. انرژی مثبت در بدن تو در جریانه. رگای تو پر شده از سلامتی و شفا. ذهن تو در آرامش کامله. بدن دوستت داره. تو در سلامت کاملی. تک تک وجود تو پر شده از سلامتی. تو لیاقت حال خوبو داری. تو در حال شفایی. وجودت پر شده از آرامش و حال خوب. ذهنت در آروم ترین حالت ممکنه. یه نفس عمیق بکش. میدونی چند تا سلول در تلاشن دست به دست هم دادن تا تو نفس بکشی؟ میدونی تمام ارگانای بدنت چقدر دوستت دارن که شبانه روز در تلاشن که تو ادامه بدی و حالت خوب باشه؟
میدونی تو این لحظه قشنگترین صدا صدای قلبته. لبخند بزن، دستتو بذار روی قلبتو، ازش تشکر کن که با عشق داره واسط کار میکنه. خیلی موقع ها اجازه دادی آدمای دیگه، شرایط زندگی و چیزای بیهوده قلبتو بشکنن. الان بهش قول بده که بیشتر مراقب بشی، بیشتر بهش توجه میکنی و عشقی که داره بهت میده رو برمیگردونی. از بدنت تشکر کن و بگو خدای شکرت که سالمم.